لازانیا. به خاطر مشکل قلبم قرار بود منو بفرستن یه مدرسه‌ای که یه مقدار آرامش داشته باشه. کاش واقعا یه جایی میفرستادنش که آرامش داشته باشه. ایشون روتون میکنه ولی شروع کنه رقصی داره هر کدوم موضوعی کار قشنگه بچه مشکل داره. نبود پدر برای پارسیا میتونه این شیطنت ها رو تشدید بکنه. سلام. ترسیدم شیطون. لازانیا. فکر کنم آقای ناظم به مامانم این نظری داره. این بچه ها علکی تو ذهنشون مسائل کوچیک و بزرگ میگن. این همه معلم زحمتکش داشته باشیم حسن نباشه دایکش. اون وقت روزنامه‌ها تیت کنن ناظم عاشق مادر شاگرد شده. هر کاری میخوای بکنی بکن. تو مدرسه بله. بعد اون همه سال دوباره عاشق شدم. اصلا خوشم نمیاد. نخون آقا اینو نخون در اینجا رو میبندن. لازانیا. فیلم شاد حسین قناعت. تهیه کننده احمد احمدی. لازانیا. ماهور بین دخترای دیگه قربانی انتخاب شیخ شد. دزدیدمش ولی آزاد کردنش دل خودمم به بند کشید. مطالعه خیلی ها را دیدم، والا خیلی آرام گرفتم، ولی فنجونی مثل مال تو ندیدم. یه زن تو زندگیته، زنی که چشماش خیلی باشکوهه، لباش مثل خوشه های انگور، لبخندش مثل خوندن فرشته ها و مثل برگ گل. ملکه تو توی قصر بزرگ خوابیده، نگهباناش گرگای درنده و سگا و سربازا هستن، اما راحت بستن. هر کس بخواد تو اتاقش بره، لو خواستگاریش کنه، لو از دیوار باغش بالا بره، نابود میشه، نابود میشه. حس غنی از زمانی که خودم شناختم اینجا هم میشناسم. پدرم سید مرغابی بهم یاد داد، ولی سید نشدن هیچ وقت. داستان زندگی من واقعی تر از هر داستان دیگه است. چند سال پیش همونجا که کمین و مرغابی میرم، کمین دختر زیبایی به نام ماهور تا عراق رفتم و صیدش کردم.
اگه میدونستم این آخرین باریه که میبینمت بیشتر میگفتم بهت دوست دارم. امین عدنان میگه 2 شب پیش که پاسبون آوردیم بعد رفتن ما چند نفر مسلح اومدن سراغت. طایفه ماهور بودن. خودتون تحویل بگیرین جنسا رو، نه افتایی گردن بچه هم. من ببینم کاری لباس همون نشه. امین امشب ممکنه بیان زودتر بریم. خدامه بیان تمومش کنم. لبیح امشب چشه؟ حالش خوش نیست. حتما من میبرم اینه. تا کجا اومدن؟ طرفا خرمشهر. خدا رو شکر تانکا نمیتونم بیان تو. اونجا هم میان. خب خفه کنینه. اینجا عراقه. نباید ماهور رو میدرسیدی. شیخ از دختری که انتخاب میکنه نمیگذره. اینا هم همه رزق و روزیشون از کار و تجارت شیخه. رزق و روزی دست خداست نه شیخ. افتهمت امی؟ بگو شعلان حساب مرغابی ها رو تصفیه کنه با امشب. حالا چه عجله‌ای داری؟ هر جا میرم جلو چشمامه صدام میزنه همه جا، مخصوصا شبا تو که شبا کار میکنم برای فرارت دست اونا نیست، چون اونو میبینم همه جا. میبینیش؟ نعم صدام میزنه. مگه نمرده؟ عروسی برادرمه، دوستش دارم خیلی، باید این لباس ببرم براش. وقتی نفسمو قطع میکنم میرم زیر آب دنبال مرغابی، فقط دلم خوشه به همینا که دوباره میام بالا. عدنا اون پایین خیلی راحت ترم. نمیدونم شاید همین روزا دیگه نیام بالا. یوم که بد مشروفک موندم چطور ببرم این لباسه. شعلان میگفت بحثی زیاد شده. از طالب پشت حسشه ببن. امنه بعثی نیست. خلص. این دختر عراقی برای همه تو روستا غریبه بود. این مهمان برای اونا ناخونده بود. سلطان برو تو یلا. آخه عدنان پدر سگ میگه عراق امنه. امین برم سکاندار. چیه؟ گوش دارم میشنوم. رو یلا. تخم حرام. فؤاد چه میکنه اینجا؟ گفتن کویته. گوره باباش اینو راه میدن کویت. فؤاد حسشه عراق چه میکنه؟ اونم طول داییشه باشه. اون سلطان نیست؟ وش تقول؟ يعني وقت نمی کنم فردا عروسیه دیگه. همین امشب میگیرم شکار فردا رو. سالم برسه این لباسه. ها عزیز بگیریم پولو.
خب زیاده که فردا نمیبینم تصویه کردم حساب شده. بگیر. این چه حرفیه؟ عروسی داریم و چه وقت شکاره؟ بریم. این گهواره، این لباس. خیالت را. حواستون باشه، چشام دستتونه. لا نه خونه عروس نه، خونه خودمون. بگو تیر خورده دیگه، یه کاریش بکنم. حلو. ببینه، حتما ببینه بیبی سلیم. برو خیالت جمع، حواسم هست. خداحافظ. پسرم، زنی که تو زندگیته چشماش خیلی باشکوه، مثل ماهی که تو آسمون میدرخشه. اون مثل کولیا به همه جا مسافرت میکنه، ولی پسرم راه تو بستن، راهت بستن. ماهور، میدونستم بالاخره تو رو باید تو بهشت ببینم. هیبت این مرد تو گرگومیش روستا غریبه بود. دستایی که قرار بود موقع اذان صبح بالا برن همه مشغول کمک کردن شد. اضطريت اروح البيت شيخ زاهد، بيت اللي نجوى عمي صارت جنته. يا الله يا الله. سلام بنت عمي، دكتور عمو. هي كانت تحب غير احد، بس احنا هم رضينا بيها تصير مرات سلطان بن اخو شيخ زاهد. کار دارم باشه. چند؟ همون که قبلا گفتیم. 6 ماه علافه اینم نمی فروختی. چی شد؟ اصغر شیطون اومدی پایین. پول لازم دارم. بدهی بالا آوردم اون بر. الان پول ندارم. حالا نده، بعدا. این
خبر دارید از سلطان؟ پس بگو کارت با او گره خورده. صدق لوگالو گربه به خاطر خدا موش نمیگیره. تو از چه دیدمش با فواد؟ تو شراقی ها راهنمایی میکرد، شده بلد راه. صبری بعد از جنگ تا حالا ندیدمش. اینا دختر مود نجوا چشم براشه. این خلبانو من آوردم، شنیدین که بیهوش بود، هزیون میگفت رو کلم مثل ماهور. چیزی رو گفت که هم ماهور گفت و سلنه. اون که به دنیا نبود عمرش، ولی اینو میرسونم، کمکش میکنم، خودم میخوام نزا برسه به گوش سلطان. حق سکوت وردی بی چشمونو تطلع برا. خجالت نمیکشی تو خونه من اسم عروس نفری شده عراق نمیاری؟ خیر سرم داشتم آماده میشدم بیام عروسی برادرت. همین تحفه چیه که روز عروسی برادرت آوردی؟ لازم بود مریم قبل از هناخون بشه و رو با دستاش؟ دست درد نکنه، سوغات ها؟ ببین خوبه، فکر نکن آسون بود آوردن اون لباسه. وظیفه‌مه درست، ولی آوردم به جونم بستم، به خاطرت عزیزه. اونو نمیبینی، دیدی فقط این بدبختو که میکنی حرف بارم؟ زخمشو که دیدی وگرنه قایمش میکردم همونجا. بزرگترمی، ولی منم امروز دارم صاحب خانواده میشم. امین خواهی بدبختی که آوردی از 100 تا تو پتان کم بتره. اونم ولی که دور تا دورمون عراقیه. شانس گوه منم خو امروز آوردیش. خلا هم سب میذاشتی حلقه کنم دسته ایزنم شه بدن به همش بزن. والله همیشه کاری میکنی میخوای نگات کنن. ها دلت خوشه بدی میگن سمور؟ زیاد زیر آب میمونی مغزت نمیپاکه ها؟ خو زندگی خودت و زنت زهرمار کردی بس نبود الان نوبت منه؟ سلام، شکلات دوست داری؟ بیا، مال تو. باریکالله. اسمت چیه؟ اسمت تو چیه؟ تو اسمت چیه؟ برای پشه ها غریبی. یکم دیگه بمونی کاری ندارم به کارت. خوب فارسی حرف میزنی. آیه خلبان، تو هم خوب فارسی حرف میزنی. عراقی زیاد داریم از این ارتشی هاشون فارسی بلدن. تو که از اونا نیستی. خور برات خوبه، سفارشی درست کردن. وی وقتت گفتم. اینجا کجاست؟ نترس، نیفتایی تو بصره. من باید برم. فکر کنم تا الان همه فهمیدن من اینجام، نه؟ لطقف، ما همه یه طایفه. وانت گاو میشه هست، گفتم ببرن جایم. این وانت گاو میشه نمیتونه بره تا هور. بخور. من باید برم هور. برو ببینم کجا میخوای بری. وی پیرن خو سولاخ پس پسر چی آورده؟ لباس چیه؟ جونش به سلامت. بدبخت بچم اینو به دندون گرفت آورد تا اینجا. خوب نیست آدم اینقدر نمک نشناس باشه. تنش سوراخ میشد طوری نبود؟ تلخی نکن بیبی، چه به هیچ. لباسی که آورده خیلی قشنگه. نقل پیرن نیست دختر، دلم آروم نیست. این چیزا خوب نیست تو عروسی پیش بیاد. تو فکر میکنی با این غریبه که اومده شیخ بهانه نبره بره زاهد و پسرش؟ والا تو هم اگه شوهر داشتی اینقدر باهوش نبودی. حقیقت زده به سرت. فکرت کجاها رفته؟
دیشب رفته بودم زیرا قرار نبود بیام بالا دیگه. یه الان نفس میکشم تو مقصرش. چی کار میکردی؟ هیچ. تو رو میبریم شهر، بعدش هرچه خواستی برو. من قبلا تو کار گاومیش بودم، جا به جاشو میکرد، ولی الان دیگه شاید نتونم ببرمت. نمیدونم والا سرگیجه، سرعه چیه، یهو میاد سراغم. اینه که دیگه زیاد نمیشینم پشت فرمان. شاید خودم بردمت. میگن زیاد نگه میدارم زیر آب نفسم، مال اونه. میرم کمین مرغابی. یعنی بیشتر از 3-4 دقیقه زیر آب میمونی؟ اگه زیاد بمونی ممکنه نفست بالا بیاد، ولی رگای سرت میپکه، خونت دماغت میاد، بعدم خلاص. 2-3 تا تلف شدن همینجوری تو روستای ما. خونریزی مغزی کردم. ای همین که تو میگی. تا نیم ساعت یا ربع ساعتم خوب بودم، ولی کار که فاسد بشن طلوع افتادن و زدن. خیلی هم از خیلی چسبیدم بهم یادشون بدم. قبول نمیکنم، خونش میفته گردن. بعد از اینکه از آب اومدم بیرون زیاد سر پا موندن. خونریزی مغزی کردم. ببین من باید برم دنبال رفیقم. فقط خدا کنه به موقع برسم. اینجا خیلی دیر رسیدم. با بودن همین بند خدا که افتاده دیر یا زود دوباره سر کلشون پیدا میشه. یا ناس یا جماعه ليش ما تفتهمون؟ اینا بیخ گوشمونن، رختاشون اینجا میشورن، مثل سگ وحشیان. اگه شیر و نونشون ندیم پاچمونه میگیرن. یکم به ما حق بدین دو به شک میشم. همیشه شما رو به مهمون نوازی شناخته. موهیچ حالا اگر سر چند تکه زمین اختلافی هست ما خودمون از شما جدا نمیدونیم. شما با مهمون چه میکنید؟ والله حرمتش نمیذاره روشنشون کسی بدی. این همه حسیر میبافیم که سرد و گرمش نشه. این روزا بی سلیمه چیز خوبی تو فنجونش ندیده. اگه از قهوه تلخ فال شیرینم میاد. تمام. اون سرزده اومده، بی حسابم میخواد برای حین قاچاق آوردتش. پس نه مهمون ما نه مهمون شما، نه اون زمین ها، فقط چند تکه. جلال اسکت بویه. کیه که دلش برای جنگ بتپه؟ یه دیوار صاف تو خرمشاه نذاشتن. اون مهمون داره برای اونا میجنگه، یعنی برای ما. کسی چه میدونه؟ شاید فردا نوبت ما باشه. شیخ علف، اگر این بلای سر خود تحویل عراقی ها ندین از فردا خبری نیست. امروز روز عجل مره، پس رای یه نفر شرط نیست. شید کل انت جلال زبون به دهن بگیر پسر، ایقد قال نکن. بشید
تیر و تفنگا یعنی بیا ما رو بگیر آقا. نمیذاشتین خب. بذار مشغول باشن. الان وقتشه. من خودم بعداً با شیخ زاهد حرف میزنم. الان اگه بی خبر بمونن بهتره. شما حواستون باشه. رفتی اونجا بگو پسر عموی حسنی فرموندهشون اسمش اسماعیله. زودم برگرد که بهت شک نکنن. سجادم میتونست بره. ممکنه هنوز دنبالت باشه. جاده سوسنگر خیلی ناامنه. شهر کوچیکه، دردسر میشه. نه خودم میرم. یه جورایی بدهکارم به این قریبه. نخلصون خبری نیست. میخوای باید بیام؟ چه میکنه این مصیبت اینجا؟ خدامو نمیدونم که ایزیه چی کار میکنه. هر غلطی دلت میخواد بکن، برادرم قاطی کارات نکن. فهمت؟ نمیدونم این کاری که میکنی چه ربطی به ماهور داره، ولی میدونم بهش ربط داره. تو غیر خودت و کسی رو حساب نمیکنی. ماچ میخوای؟ مشي ازت كرتاية فقدهم واحد مثلك تا کسی روی خوش نبینه. بس که شومی دلی برادرم نازکه، خوب چسبیده به دنبت نه؟ رو قول تو که حساب نمیشه کرد. قول زنونه بده نبریش. خوش؟ زبی این گامیشه رو ببر هور دلشو خنک شد. موفقكم مين خيارات راحت بلد میکنم بندازیم تو روز بیچارگی و فرار. حرکت بلاش. عادت خرابه. بترس امین، بترس. تقاس این کارت هم میبینی ها. اسمعني امین، ما از یه خونیم گوشت هم بخوریم استخونه هم دور نمیندازیم. چرا به خاطر یه غریبه داری هممونه به کشتن میدی؟ یالت احمقم خلبانو با خودم بیارم اینجا. فکر کردم مراقیت جاده رو بسته. انگار فرقی نداری باشه. نترس، میرم کمک بیارم ببرمش. هنوزم دیر نشده. احنا عرب، ما هم زبونیم. باشون حرف میزنیم، تحویلش میدیم. دیگه کاری به کار کسی ندارن. یه غریبه قربونی بشه بهتره یا همه کس کارت؟ خب این چیزی که تو بهش فکر میکنی و اعتقاد داری داره هممونه به کشتن میده. امین فکر نمیکنی شاید اشتباهه؟ یه کمک نکردنش اشتباه باشه چی؟ امین من بعد ماهور خیلی وقت بیکس کارم. امین امین مع وجودك بالمضايق. انت لسعد ليك يشهد السبع بحماك لايف. اخوتها ومجمانه بيالك عمن. مجمانه بيالك عمن. مجمانه بيالك عمن.
کجا؟ عند الصبورة الله. صار لك كم سنة هنا؟ صار 3 سنوات. جاي نحكي مثل بني آدم عربي. هاي شنو تعلم الجهال؟ اجمي. انا هاش كاتب على الصبورة. انا مارد آمد ديرامد ها؟ امسح الصبورة. وياك امسحها. امسحها لك. مو ياك امسحها. اطلع برا اطلع برا. يا جنود احد لا يجلس النسوان ترى. شيخ بزنا ينبون شادي بكون. اینجور از مهمان ضیافت میکنی تو؟ این لباس به احترام شما پوشیدی من. شما چی؟ اینجور مهمونی میرین؟ پوتین به پا تفنگ دست؟ بی دعوت؟ جنگ بد سرباز، حتی با خودت. برگرد خونت. تو کسو کار نداری؟ کسی منتظرت نیست؟ اومدم تو شادی شما شراکت میکنی. اما سرباز مال من همه سیر. کباب خوردی مال بره. لا جوع ولا عطش. ما اريد تذبح لنا جاموسه. انا اذبح جاموسي على شان ناموسي. اونو برای چی کشتی؟ لكن ملعون جاي يعلم جهالكم عجمي. اگر میخوای شادی میکنی اون مهمون بیار برای من. اون زخمی. امین بازار پاشو. پاشو بیا بیرون. با اینا تو شهر دنبال فرمانده سپاه میگشت. راپورتش دادن. سربازام گرفتنش. جناب سروان تو تموم شهر سوسنگرد بگردی یه دونه از اینا پیدا نمیکنه. خوبه تو آب نبود وگرنه خوب سر میخوره. مسخره است. فکر میکنه ما هم مثل خودش خرم. این همه جا این طیاره مستقیم بیاد بره تو بغل ایسمور. افتادن تو اورشو درست میگه. فقط نمیدونم چرا خلبان باش نیست. کل این حوالی همه شراقیه. خودم به زور رسوندم اینجا. جاشم نه. از کجا معلوم خودت نکشتیش؟ غیر از این سرنیزه چیزای دیگه هم داشت ها. خودم باش میرم. مگه حکممو نخوندی؟ 2 ساعت قبل تلکس شماست. میدونی من کجا آمدم؟ میدونی چقدر راه آمدم؟ جناب سروان این متهممونه. 3 سال دنبالشم. حالا بذارم بره. این جونور پرونده قضایی داره. میدونی چقدر سواکی فرستاده و براب؟
میدونی چقدر فراری و کوفت و زرما لنگه خودش فرستاده اونورا؟ الانم که هیچ، خر تو خره. چشمون هم دور دیدن، هر غلطی که دلشون میخواد دارن تو رو انجام میدن. اگه نمیذاری بیاد خودت پاشو با من بریم. من تو کار دارم. اور کجاست؟ نه، کف دستامه. اگه نمیترسین بازش کنین نشونتون بدم. خفه، دستاتو بیار پایین. تو دستاتو غیر از خط و خطا هیچی نی. هی باتونم میزنم تو دهنتا. میناسیان يا يوم للا وللا ما سويتاني حتى العنب في السلة. اخرس. سمور پسر تو؟ امین کجا؟ بفرما جناب سرمان. جا تنه و بچه نیست. خدا کنه خلبانی که میگه سر جاش باشه. حیوانی جونوری نیومده سراغش؟ اگه اونی که این میگه اینجا بسته بوده سراغ حیوان نره، حیوان با اون کاری نداره. بفرما سوار شو، علافمون نکن. بزا. چرا فقط خنجرش رو آوردی؟ با همینام باورم نکردم. بستی برم لباسای این پاره و خونیشو بردارم بیارم. که پسرمون وسن بود باورم میکرد. پیداش نکردم. سپاه.
گفته بودم لا تا چیزی لا تا چی بلی چرا همیشه دیر میرسم؟ همیشه همه مردا رو بردن. کجا بریم؟ کسی نمیره بدون مردش از اینجا. اینجا بیبی سلیمه هست. اینا هم کارشون نمونده. اما اونجا ابوی رحمان، محمد، عمو هیچ معلوم نیست الان کجان و چه بلایی سرشون. گوش داری میشنوی نمیشه بیای خلاص. من نمیدونم چرا سر هر چی باید یه ساعت بحث کنم با شما. اصلا سجاد هم مردن؟ خب چه میدونم من که نبودم. برم بگردم. یلا بگو حیوان مطمئنی؟ خودت دیدی؟ نگرانی چی؟ با مسئولیت من دستمندشو باز کردی. من هستم مواظب بشم. خب چه تتا؟ چه ترسی؟ فشار میداد عزیز ها چه کارش داری ها؟ نه جن شدی افتادی رومون. نه با تو هم برو رد عزیز. کارت خودم حریفم عزیز مو عزیز برو ها تو مگه نگفتی خلبان زخمیه؟ چطور تو حریف تو چموش شد؟ حریف چیه؟ تفنگ کمری داشت کن میخوام دنبال رفیقم باشم ردم کرد بیام رکب زد دایی تو دیگه شروع نکن سر جدت. تشکیل پروندهش بذار بعدا. اون از اول نمیخواست بمونه. ما کار خودمون کردیم. این آقا هم اگه دنبالشه یه بلند بدیم بره سراغش. فی امان الله. یلا ما با شما میاییم اما به شرط. ها؟ چی؟ گفتم به شرط. ما برمیایم از عهده کار خودمون. شما به فکر خودت باش. همه طایفه اون بردن اون وقت تو شرط و شروطت گرفته با ما؟ من الان مخم به هیچ چی راه نمیده جز نفله کردن اون خدا ندارا. این سرکار و سوارتون 3 سالی بود دنبالم نتونست منو بگیره. حالا سربازشو فرستای دنبال 27 نفر اونم تو عراقیا؟ به خاطر اینکه حیا داشت شبونه نیومد از دیوارتون بالا پلونن تناب پیچت کنه. والا خب حرف دهنت بفهم چته پشتت به اصلت گرم نباش شابا برنو سوراخت میکنم. ببین ای بیگوداری تیر سمتشون بندازین اسیراتون رو زنده نمیذارم. واسه هر کاری هم که بخوایم بکنید خیلی وقت داشته باشین 24 ساعته. زیادم به معامله به این واسه خوشبین نباشین. شق القمر هم که بکنید نهایتا میتونید چند ساعت از اسیر دورشون کنید. همین. ایزبی میگه دیدش کار این حرومزاده چوپون است. چی؟ چوپان؟ چوپان دستای منو وا کرد. تو چرا فکر میکنی زبون اینو میفهمی؟ چوپان؟ زبون اینو جنا هم نمیفهمن. تو به چی خوش کردی امیین؟ این که فقط بنده اسم تو رو بگه؟ یعنی که اینا رفیقاتن؟ لا تا چی؟ کاری که شرط کردن انجام میدیم. یعنی چیزی که میخوانه بهشون پس میدیم. تو خودت میفهمی چی داری میگی؟ او خلبانایی که این لعنت معلوم نیست کجا گم و گورش کرده. از کجا معلوم عزیزم راست بگه؟ اینم که اصلا آدم نیست. بفرما فهمیدی چی گفت؟ تو جوش نزن. اونا که همه چی رو میدونن. حتما تا الان فهمیدن کمی دوره بره. قبلا ندیده بودم اتون دور برا. این گوسفندا بی حیان هر جا علف هست میرن. نه حیا میکنه از اون بستا. باید ترسید از آدمیزاد بی حیا. بی پدر عراقی داره صدت میزنه تو رو. وحشی خر کشتیش. سن بچه داشت احمق. والا بچه تو چی کار از بسته داری؟ ندین اینجوری گور خودمون رو کندی. ببینم سرشاخ نشو. چی گفتی؟ زن و بچه داشت؟ من تو میشناختیش؟ اون منو شناختستم و باز کرد. شاید مجبور بود. شاید مجبورش کردن تو که جاش نبودی. چرا زودتر نگفتی اینو؟ گفتم دیدمش.
بگفتم پسرمومه که ما هم گاف میش. آیه جلال خان، اون بی پدر مادرایی که خواستی معامله کنی باهاشون رحم نکردم به خانواده خودتم. هی اون میگن واسه من با هیچ کی معامله نکردم. من میخواستم جای همین بی پدر مادر رو ازش بپرسم. خب حالا چه جای بحثه؟ قابضين على الراي. هاي هالغنم. هاي انتو ابقنا ارمي الكومه. لا ترمون لا ترمون لا ترمون لا ترمون لا ترمون سعيد ما نقدر نصوبه من رجله. تعال بسه تعال بسه اركض يلا بزنش همین بزن سک بدن رو لو میده منه بزنش بزن نمیزنی من بزنم سرکار بزنش واحد اثنين طارق سامر، احنا لازم نحصد الهور. يراد لنا فاسه ومنيل ومسحه، فهمت؟ يلا بسرعه، عندنا شغل بالهور ترى. نگاه کن به درسگاه کجا لونه کردن. اومدن تا بیخ گوشمون ایستگاه آبم گرفتن. کارش درسته ها این سرکار سوار. خوب کشیدشون بیرون. بابا سروان نیروی مخصوص. نیروی مخصوص چیه؟ نیروی مخصوص نگرانم. هیچ ردی از بچه همون ندیدم. نه آقا هم نه هیچکی. اسیرها رو که این ور اونور نمیچشونن، زندانیشون میکنن. اینا اگه همشون برن میمونه یکی ثانی ثلاثه. این کجا رفت؟ طارق سامر. طارق سامر، قل للسيارات يجن على جانب الشرقي. يلا بسرعه. وين يحول الصيد؟ اكيد بالهور. يا سماك القضاعه الزعر. يلا امشي. عمر حرك عن سيدي، لا تحرك المقطوع ترى. ما يخالف سيدي. اطلع دفع. حاضر. اذا جيت تقبض ظني لازم تاكل القضاعه، فهمت؟
ما غریبه ها رو دعوت کردیم هور، اما هور میزبان خوبی برای غریبه ها نیست. شغل الله بشيله. شوف هنا سيدي. يا مصيبة. زبي خذوا. فرعان ها تعال اخذ قذافه وارمي بالهور. لازم تقتلهم كلهم، ماكو حد ترى قليلين، لا تخاف. حتى الطيار فهمت؟ حتى الطيار هم لازم تقتلوه. يلا نعم روح روح يلا روح. سيدي انت متاكد؟ ايه ما اريد احد بالمخيم. انتوا كم نفر منكم مقتولين؟ 5 نفرات. ها تعالوا. ست نفرات مقتولين. وعامر كم جثة شفت بعينك ها؟ 6. 3 مفقودين. شاردين. جاي يدمرون عائلتي. اتصل بسطل بسرعة. أمرك. خسرو دفن بیار برات میگردونم. بد نگاه میکنن، وگرنه مواظب ذبیح بودن.
شاید ماهور با اومدن به زندگی من صدای زنگ مرگ شنیده بود. هر کی تو هور با قوانینش احترام نذاره غریب است. یعنی ممکنه هور ماهور هم من گرفته باشه؟ همزادا شما تو روستا سوال کردی تو هور لشه هواپیما یا صندلی دیدی؟ پیشه بپرسم چرا؟ خلبانه یه رفیق دیگه داشته که اگه افتاده باشه باید نزدیک همونجا سقوط کرده باشه. ها؟ اگه تو هور باشه خود تا حالا دیگه زنده نیست. خلبانا چند تا جون دارن؟ عزیز ذبی ذبی ارجوك ذبی ذبی ارجوك ذبي اقول لك ارجوك ذبي احكي وياي ذبي من تقاس چی پس میدم؟ نکنه نباید دختری که انتخاب شیخ بوده میدوزیدم. اون بسیم چی بود دادی به اون چوپان عراقی؟ تو به هموطنت هم رحم نمی کنی؟ و خودش میدونی چه کار کنه. حواس جمعه. مگه شما زمینای خلف نمیخواین؟ خب چه از این بهتر. بذار همهشون میبرن. زمینا برای خودتون. بسپارش به من و سلطان. تو میدونی پدرم، احمد برادرم، سمیر، رسول، رمضان میدونی کجا؟ من تو هور گشت بودم. نمیدونم کیا بردن. نمیدونم واسه کیا اونا نباید اسیر میشدن. حالا که میدونی چه غلطی میکنی؟ جواب کارامه؟ بیشرف اون ماهور معصوم دیده بود چه غلطی میکنی. ترسیدی گزارشتونو بده. نذاشتم امین بفهمه که تا الان نفس زیادی کشیدی فواد. جلال تفنگ گرفتی دستت که چی؟ دخیلک. اینا رو باید باشو کنار بیای. وگرنه لهت میکنن جلال. ما کاری به کار کسی نداشتیم. کار داشتیم. انتظار اسیر شدن هر کسی رو داشتم الا پدرم. تون رفتی فواد ولی گیر افتادی. نزن جلال نزن. القصة بشماي دولة مرجوة على حصوله. دخيل جلال دخيل. طاقم توقف هنا. تعالوا طبعا. چشمش بسته شد؟ نه بی زبونیش بهتر بود از زبون کنایه خیلی آخرش خوابید تور بنده خودم هیچ وقت تنها نمی اومد اینجا. چرا؟ میگم بچه که بوده عبدالمایی دیده تور قفل شده زبونش. عبدالما؟ چی هست؟ جنه یه جن تو هور. پشیمونی؟ از چی؟ به خلبان کمک کردی؟ بد نیست آدم بمیره برای بعضی چیزا. کن نهر گلهور خطر مخصوصا این هور که دیگه خیلی وقت نسوزوندنش. منم تصفیه حساب دارم باش. چی میگه این؟ درباره هوره. هیچ کو تفنگه. سامحنی. اینجا دور تا دارش آبه یا راه داره به جایی؟ یکم جلوتر جاده حذف است. مستقیم این آب میره تا روستا. من نمیام اونور. فرار نمیکنم دیگه. اینا کینه‌شون از شطور بدتره. باشون برسه ارتکا اسیر زنده نمیذارن. منم دنبال اونا. پس جلال اون سرباز واسه چی اونجا؟ میخوای ستاره رو بکنم بزنم بودوش تو. نکن دیگه. چشم آب نمیخوره از جلال. این سرباز چشنگی هم نمیدونم
این بعثیه نیرو مخصوصه. تو آخرین مرحله آموزش مینازنش تو قفس گرگا. دست کاری گرگ تیکه پاره میکنن. کیف میکنن طرفشون فرار کنن. عين تحبك قلبي حبك حسن سمك يا ماورا الملابس ايش قد عجبتهم؟ انت وياك عزیز اغنت چلا خوشیرنی چیزی میخوام بگم امین چیزی میخوام بگم وای نیستم جدت بذار فرستونم به جید من یوم آلمونی گرفتی حالا زبونت باز شده برای ما اون وقت چه کار؟ سرکار بیا ببین چی میگه آره صندلی پشت کپر خزرجیات تو نخلستون افتاد او خلبانه که منو رد کرد دیدمش خواستم با امین باشم نگفتم کی به تو گفته ما دنبالمونیم؟ نه ترس خلبان رو دوشم بود از اون میگفت صندلی بافتیم ما رو با این صندلی امین آقا میگفت موقع مرگش یه چیزایی میبینه عزیز منو ببین عزیز
عزیز عزیز عزیز عزیز عزیز Ach, Lieschind. Ach, Lieschind. از کار تو بوده. راه دامن تو منو نگاه الان وقتش نیست. دروغ میگه. من این جونور رو میشناسم. معلوم نیست میخواد چه معامله کنه با اونا. ماشین دادم بهش. ولش کنی میره آفتابه شیخ غزل معامله میکنه باشون. ماشین دادم. ها؟ ول کن. کاری ندارم. بابا یه خیالی این زده را تو پارک کرده. این عزیز مرد کسافت. جواب بیبی سلیمه رو چی میدم؟ ما اونجا هیچ کس ندیدیم. باور نمیکنی خودتون بریم ببینین. انت روح شوف. فینانسیون کجاست؟ تیر خورد. از پشت دنش تفلک بچه سبوری بود. صداش در نیومد. هرچی از زیر سر اون فرمانده شونه. اگه اونو پیدا کنی میدونه اون رو کجا فرستاده. یعنی فرمانده شون اجدها دو سر تلس نمیشکنه تا نگیریمش؟ این خدا بی خبر از اونی که فکر میکردیم زرنگتره. اسیر تو بیابون نگه نمیداره جلو دستشون. حتما فرستادهشون اونورا. نه اینجوری نیست. اگه فقط همین یه دسته تو محل باشن نباید تعداد زیادی ازشون مونده باشه. اون جونور اگه زنده بگیریم شاید امیدی باشه. وادارش میکنم این تماسی چیزی بگیره. تفنگ رو شقیقش بذارم خیلی چیزا عوض میشه. حرف میزنه. جونوری که میگی فکر نمیکنم زبونش باز بشه با تفنگ. چرا کسی نیومد دنبالمون؟ همین دیگه. بعید میدونم کسی براش مونده باشه. اون تو هنوز؟ فکر کنم. اونجا رو باید آتیش زد جونوراش بریزم بیرون. میشه امشب گیرش انداخت تو بارون. شب اینجا کورم. چشمو نمیبینه. بارون که بیاد تا 1 متر گل میشه. بارون؟ بارون تندی هم هست. 2 مسبیه. کسی هیچ وقت فنجون مادرشو نفهمید. اینم از تلخی فالش.
سامر نجم وسلطان سلموا الطير الميت. أمرناهم بأن يرجعون للقرية يرجعون إلى موعد البحيرة. سامر سامر. أنا ما شفت أبا بحياتي. تخلفت من زوجتي الرابعة، لكن من لبست هالملابس حسيت بأن حضن يغبشني. بس هاي الجنود الرعنة ما أدري ليش يشردون من هالملابس. سيدي منو؟ سيد. نعم. أنا احتاجكم هناك. ما تشوفوا الطيور هنا. بجيكم أولاد صالحنا أولاد صلاح الجنود. انقلوا صوات المواقع المحمرة. خلاص. الطيور عميان ما نشوفها، لكن الأغراب جايب لي أخبار جديدة. مو بس الجنود، وما نترك الموقع ترى. هناك عباقيل. نبقى ونقاوم. هذا إبلاغ أكيد. اسعوا. أموالكم قليلين. وفا احنا قليلين؟ نجوى نجوى كلهم قول يا سي نجوى جلال تعال هنا بشرف تو بسيم این حروم زاده ها گفت نجوا و سلطان رفتی هور چه غلطی کرد؟ اش خیرک اومد دنبالتون. ما بیتاب بودیم. اومد خبر بگیر از شما. ها چیه؟ زن نمیفهمه؟ باید بشینه تو خونه؟ نمیفهمه که چرا الان فقط ستایین؟ ونزبی ون عزیز من خر تو اومدی دنبال ما یا سلطان؟ ولش کن. فقط بلدی داد بزنی هرچی از زیر سر طایفه خودته. نجوا که تو خود رچه خودتونه. الان زندهش نمیذارم. تو بیسیم داشت قرار میذاش. خواست تو رو ببینه. درسته؟ آره دخترمو. تو سلطان دیدی؟ ها ایه من دیدمش. گفت همه خوبن. مکان صندلی طیاره بدونن همه آزادن. ولی ما جثه اونی که خلبان بهشون ندیم. ولی اونا صندلی میخوان. وای تو اعتماد کردی به اون پدر سگ؟ هاشنی غیرتت کجاست؟ رفت دنبالشون شاید برای اسیرا کاری کنه. خیلی پستین. تو خواهر زبیحی؟ زبیح؟ انت القبر من بدبخت کردی. زخمت بلی نجوا نجوا روحي يما روحي يما نجوا اینایی که میکشی آدمن. حیوان نمیخوای زنده باشه؟ هر کی چیزی میدونه؟ معلومه نبودم چه گندی زدی. تو میشناختی چوپونو. میدونستی چه غلطی میکنه سلطان. یه سال اسلحه کلاش گرفتی دسته. همون هلیکوپتر که بار سر ما میچرخه دنبال همون صندلیه. نه ما اجازه نداشتم اینه به شما که جونتون رو به خاطر خلبان به خطر انداختیم بگم. اون وقت اون فرماندهشون همه چی رو میدونه. ما میذاریم کارشون رو انجام بدن. جای صندلی رو بهشون میگیم. نه توی کارو میکنی نه اون میخوره گول تو رو. من بلد نیستم. این بازی شغل تو اونه. کسی که باش دارم میجنگم میتونه حل کنه مشکل منو. من خانواده‌مو میخوام. شوهر این زن. طایفمون کم نیستن، مردای دوتا طایفن. دیگه به کارم نمیاد. با وسط این مرکی چیکار داری میکنی؟ نشی تو خونم دارن چیکار میکنن؟ اونا تجاوز کردن، به زور اومدن. نمی جنگم باش. این بازی جدید ادامه نمیدم دنبال صندلی گشتن. بهش میگم آخه نجات یه مهمون جرمش اینه؟ مگه اونا هر روز شیرونو نمیبردن از سفره ما؟ پس چه میشه حرمت نمک؟ منو بده به جای اون بنده خدا. منو بده. آره بهشون خوش آمدم میگیم. خوبه؟ امیر سرخود نشو امیر، کمکش بکنی. به صدا باس میزنمت. ما فقط همین بنده رو داریم. راه فرارمون همینه. امین
چی گفتی تو عقل کلی؟ امین! سمور رجعه اون زن مادرت بود؟ کار خوبی نکردی. ببین این که این بابا میدونه هواپیمای شناسایی بود و تای اون صندلی چه عکسای مهمی هست، با دادن بیسیم به این چه میدونم چوپانه و جاسوس بازی یکی مثل سلطان نفهمیده. خدا به اون رحم کنه. خواب بدی برامون دیدم. سلطان حفقته. کراز یکی دومی نداره. طایفه بیرونش کرد. حسینا سلوا تعالى يما هاني زينب بخير يما عمري کفک ماغوره بیچاره تو عراق دختر کافه چی بود؟ دیده بود فؤاد سلطان اسلحه میارن ایران. بعد که زن امین شد شناختنش. تو درگیری‌های بعد انقلاب از ترس اینکه دهن وا نکنه ساکتش کردن. الان داستان این صندلی که لو رفت و فهمیدن دیگه اونا نباید دنبال ما باشن. ما باید بریم دنبال اونا. جلال بذار نجوا بره سر قرار با سلطان. صندلی هم ببینه بیرون نمیاد. این مار زرنگتر از این حرف هست. دلم به این بازی نیست. میخوای دو تا جونور کنارشه بزنم خودش نشون بده؟ مگه نمیبینی عروستون اونجاست؟ کسی نمیزن اینا. خودم حواسم هست. تو میدونستی معلم قبلا خواستگارم بوده؟ ها یعنی سامر یاسین همین که براش این تحفه رو آوردیمونم میدونست؟ عراقیه. ایرانیه. من اومده دنبال صندلی. کارت تو بود ها؟ لا صندلی رو تحویل بدی. پس عشیره چی میشه؟ ولی چی عشیره؟ من خیلی وقت آوارم ولی یکی از این مردای عشیره که نگرانشونی نیومد سراغم. میفهمی؟ لا صندلی تحویل بدی. من تا مردای عشیره نبینم صندلی تحویل نمیدم. کدوم عشیره؟ بیا صندلی. سلطان بود. یاسر مهدی موقعیت 3-5 سقوط هواپیمای سهراب.
دکتر یاسر مرکز از یگان پروازی اعزام شده به روستا کمک بگید. کل شقی نکن، من کارم اینه. اینجا رو میشناسم مثل کف دستم. جونت گرفتن هیچ کاری نداره برامه. اینا خون گرفته جلو چشمشونم. من تو رو بخوای میبرم هر جای اینجا. صندلی با من، فقط طایفمو میخوام. همین راه دیگه نداری. ها؟ جمله بیسی بیسی میخوای؟ لازم. روح محطة الماء. يا صلبوخ شلونك؟ حيف اسمع عرب ويشرب، حيف. شما اهل غور يكروس خونه روی آب، يكروس خونه روی خاک. اهل هیچ جا ما خليت احد يرتاح فوق الارض. هسه انا اخليك تحت الارض بل كم انت ترتاح. يلا من بهت نفس دادم، تو تفنگ میکشی رو من نمیخوام با تو در بیافتم. تو حالت خوب نیست. من کمکت میکنم. چی میخوای دیگه؟ خواهی بکشی بکش. منو بکش بده به جای اون خلبانه. کی میفهمه؟ ولی اونایی که چشم انتظارشونن رو برگردون. لا احتیاج نمیداشتی کمک نمیکردی. بیسیم طایفه مردم همه محلشون امان میاد به وقتش. این سرباز میبینی؟ این جنود جنگیدن تا آخر، مردن به خاطر تو. حالا خودت دفن میکنی جای اینا. بردار اون بیل بردار. الله اگر راه میفتی میذارم طایفه زنده میمونه. احمق. الان طهران هم نیست امنیت. اوه دلت غور خوش یعنی خلبان نجات میدی. ليش ما تسرع؟ ها؟ ليش ما تسرع؟
برو تنفس میدی به همه زنده کنیم زنده کن اتفاق اتفاق اینا همه حیوان تو اینجا آقای جات میدی اتفاق سلامو بگن بگن حالا نجیو برش فقط مو اتفاق جبان جبان بذارم اشکات مثل رودخونه میشه بعد از این که زندگی تو گذراندی متوجه میشی که معشوقت سرزمینت بوده که عشق و بهت داده کفیه های اینا به دور چشاشون بسته شده بود. یه تعداد از بچهای خود ارتش اومدن
و گفتن به اینا هیچ گونه گلوله شلیک نشده. تقریبا 12 ساله بودم 11 ساله. 5 الی 6 ماه بیشتر نداشتم. یه رسومی داریم مثلا اگر یه نفر مهمون بیا خونمون حقیقت حتی اگر پدرم کشته دیگه ازش پذیرایی میکنیم. در اون موقع این خلبان اصلا یعنی دیگه خب ما مثلا ما ایرانیم دیگه، یعنی به مهنمون هم چیز عشق می‌ورزیم. پدر امین بوعزار اومد به سمیده گفت این خلبان پهلو ما هست، شما هم جوار ما هستید، شما برادر ما هستید، یک دست نمیتونه دست بزنه. ما اگر با هم متحد نشیم این خلبان نجات نمیدیم، نمیتونیم نجات بدیم. متاسفانه دیگه اونا زود فهمیدن. خب یه چند نفری که از خودشون آمدن خبر دادن. ستون پنجم یا بهشون میگن. واحد تزوج او قرار العصر الليله العرس ماله ها مرتها من الحميديه من هناك قرار العصر الزفه نروح نجيب المرأة. دیگه عروسی مانده درجا عروسیش تا الان هم عروسی نشد. الخلبان نسلمه لهم ما سلمت بعد هاي عرب ما تعطي الدخيل منها. دست نمیذاریم دست بش بزن. اینجا مدرسه بود، یه کانالی بود پشت مدرسه، یعنی حوض آبه. يقولنا العرابات والطوابة يسقف القاع. زنا رو آزاد میکنن با بچه کوچیکاشون، مردا رو میبرن. تقریباً 27 نفر از همون روستای خودمون و روستای بغلی سیار احمد آباد موالی هست. یک بلیت روشون و با یک همین چیز که خاک برمیداره روشون خاک ریخته توی سنگر. همشون با زنده به گور گذاشتن. زنده به گور گذاشتن. همه مرا مادر حسین می نامند که هیچ وقت زاده نشد و برایش مادری نکردم، ولی عصابه بسته شده روی پیشانیم نشانگر مادر بودنم برای تمامی بچه های روستاست.